نه این که به اصطلاح مواردی رو نگه دارید که هر وقت اونها رو ببینید براشون با اونها اشک بریزید. اشک ریختن، گریه کردن ثوابی نداره، نه برای شما به اصطلاح چیزی رو تغییر میده و نه برای مرده شما ثوابی میرسه. کاملا یک امر به اصطلاح بیفایده‌ای هست. اما اگر کسی به طور مثال به یاد عزیزی افتاد، قطره اشکی از چشمش جاری شد یا گریه کرد ناخواسته، این از نظر شرعی ملامتی نداره، گناهی هم وجود نداره. اما انسان نباید که اسباب ناراحتی و غم و اندوه را در زندگی خودش فراهم بکنه و یادآوری بکنه و سالروز اونها رو به اصطلاح برای غمگین شدن این گونه موارد رو تجدید بکنه. رقیه و معاینه شرعی که در قالب ویس یک مورد آیا جایز هست؟ ببینید رقیه شرعی ولی اشکال نداره اگر در قالب آیاتی هست که مثلا یک برنامه داده که فلان آیات رو شما بخونید یا مثلا به صورت صوتی هست که مثلا اینها رو گوش بکنید، اشکالی نداره، جایز هست. از یوتیوب بگیرید، از جای دیگری که هست یه قاری که به صورت دوست دارید اونو گوش بکنید در خونه، رقیه های شرعی رو، اذکار شرعی رو بخونید، زمزمه بکنید، هیچ گونه اشکال و ممانعت از نظر شرعی در این زمینه وجود نداره. دوستی با جنس مخالف بدون انجام گناه و نیت بد، حتی لمس، کار گناهی هست. ببینید رابطه در میان دو تا نامحرم، دختر و پسر جنس مخالف از نظر شرعی، اصلش بر این است که رابطه حرامه، حتی در حدی که به اصطلاح به قول خودشون دلشون پاک باشه، نیت بدی هم نداشته باشن. اصل مسئله وقتی که از نظر شرعی حرام هست، ارتباط ناجایز باشه، این که نیت شما چی باشد، بد باشد یا خوب باشد، این در واقع توجیه نمیکنه اون عمل رو. منتها اگر کسی به طور مثال در دایره زندگی اجتماعی خودش، دایره محل کار خودش یا درس خودش آدم نیاز داره که مثلا با یک فردی که به صورت جنس مخالف باشه ارتباط برقرار بکنه، با اون مثلا مسائلی رو تبادل بکنه و مشورتی بکنه، این از نظر شرعی اشکالی نداره. اما این که در واقع تمام وقت رو با هم باشند و قطعا از مرحله اول انسان که همون نیت بد خودش رو ظاهر نمیکنه، کم کم وقتی که این رابطه ادامه داشته باشه با همدیگر امکان داره که مثلا وابستگی ایجاد میشه و وابستگی وقتی که ایجاد شد در مقابل همدیگه به اصطلاح نمیتونن بکنن، هر حرفی خاصی به اون تن در میدن و نهایت در واقع مجرد یک سری بسیار گناهانی میشه که بعدا انسان از اون پشیمان میشه. اگر یک دختر از یک پسر خواستگاری بکنه گناه است. ببینید از نظر شرعی به اصطلاح وقتی که یک دختر ازدواج میکنه این تفاوت داره با این که دو نفر از طریق حرام با هم دیگر باشن. ببینید زنایی که صورت میگیره، روابط نامشروعی که صورت میگیره، دو نفر میروند به پنهانی در یک جایی مثلا با هم دیگه توافق میکنند و نهایتا مثلا این عمل صورت میگیره. ازدواج یک امر مبارکی هست و مقدس است در اسلام. یعنی تفاوت زنا با نکاح شرعی همین اعلانش هست، همین است که اون پنهانی هست، نمیخواد کسی اطلاع پیدا بکنه و این دومی به اصطلاح قانونی هست، شرعی هست، باعث عزت و احترام هست، مردم جشن میگیرن، تبریک میگوین، در عمل هر دوتا یکی هستند، اما اون به صورت پنهانی هست و بدون رضایت خانواده، بدون اطلاعشون، بدون اعلام هست و این یکی کاملا با رضایت خانواده هست.
بدون رضایت خانواده نکاح از نظر شرعی و از دیدگاه جمهور فقها و علما جایز نیست و نکاح منعقد نمی شود، مگر اینکه به اصطلاح این دختر وکیلی داشته باشه از طرف خانوادهش که این نکاح در این صورت منعقد میشه. در حق من دعا کنید من نامزد شوم. الله متعال انشاءالله که شما رو همسری که دوست دارید و شایسته شما هست الله متعال نصیب شما بگرداند و همه کسانی که دم بخت هستند الله متعال دعا میکنند که الله اینها را به خانه بخت بفرستد و مقدمات ازدواج و نکاح برایشون فراهم بشه، بتونن با هم دیگر ازدواج بکنن انشاءالله که به خانه بخت برند. آیا فیلر لب یا شیدینگ لب و نگین روی دندان حرام هست؟ ببینید مواردی که از نظر شرعی قبلا بارها عرض کردم که معیار برای این گونه اسلام مواردی که تبلیغ میشه جزء آرایش و جزء این گونه موارد هستند، اصل معیار در این زمینه وقتی که تغییری در خلقت الهی انجام بشه این برمیگرده به این که اگر کسی واقعا یعنی مشکل داشته باشه، عیب و ایرادی داشته باشه صورتش، لبش یا جای دیگری از بدنش بخواد اینو رفع بکنه این از نظر شرعی اشکال نداره، اما دخل و تصرف کردن در خلقت الهی، تغییر دادنش اونو به هر مدلی که مد عوض بشه به همون مدل در بیاره این از نظر شرعی اشکال داره و جایز نیست. و نگین روی دندان در اصل اشکالی نداره، یعنی برای صحت وضو و غسل تأثیری نداره. اگر کسی نگینی روی دندانش گذاشته باشه من گمان نمی‌کنم که مشکل شرعی در این زمینه وجود داشته باشه و وضو و غسلش هم از نظر شرعی کاملا صحیح است. درباره اعتبار حرز کبیر امام جواد بگویید. ببینید این موردی که به عنوان حرز امام جواد رحمت الله علیه مثلا مطرح شده این یک دعای عادی هست، یک دعای عادی هست و دعای شرک‌آمیزی نیست. اشکالی نداره که شما این دعا رو مثلا بخونید، با این دعا مثلا از الله متعال بخواهید که شما را از شر شیاطین و نمیدونم چه زخم و موارد دیگر نجات بدید. اما این که این دعا رو شما بنویسید روی کاغذی یا روی هر چیزی دیگری این رو شما نیکبختی بیاره، برای شما مثلا خوشبختی بیاره، برای شما مثلا منفعتی رو جلب بکنه، نه چنین چیزی وجود نداره. و اساسا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من علق تمیمة فلا اتم الله له. هر کسی که تمیمه یعنی همین حرزی که یا موردی از قبیل این رو در گردن خودش بیاویزه بر بدن خودش بیاندازد رسول الله فرمودند الله متعال رو به مرادش نرساند و انسان باید توکلش بر الله متعال باشه. شما دعا بخونید بهتر از حرز امام جواد نام الله و رب امام از سوره اخلاص و فلق و ناس رو شما بخونید، از هر حرز و دعایی که دعانویسا برایتون میدن این از نظر شرعی تأثیری بیشتری داره، ثابت شده هست، اصل توحید هست، شما موحد قرار میگیرید. اما مواردی که جز بدعات هستند چه بسا که دعاهای شرک‌آمیزی وجود داره که شما بخواید اونا رو بر خودتون ببندید از طریق بدعت و خرافات مثلا شما به این مقصود برسید نمیرسید و الله متعال اینو قرار داده، یعنی جز اصول شرعی هست که هر کسی یک کاری رو خلاف شرع انجام بده بر خلاف مقصدش و خلاف اون چیزی نیت کرده به اون با اون رسولا برخورد میشه. اذان عشاء هست، اذان رو با هم بشنویم انشاءالله بعد از این خدمت شما مرخص میشیم.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الفلاح.